به همه همراهان عزیز، یکی از آموزش‌های دیگر است در بخش حس کننده ها. ما حاضر می‌خواهیم که در بخش حس کننده های ایندوکتیوی یا که همون القایی یکم معلومات پیشنهاد شما کنیم که یکی از نوع‌های اساسی همین حس کننده های مجاورت بودن که کلیدهای مجاورتی همون بیس کانتاکت داچ که میگن یا که پروکسیمیتی سنسور. خب خیلی هم وسیع استفاده میشن و خیلی هم نمودهای مختلفی استفاده برای دارن. خب قبلا هم که ما گفتیم دو نمود میشن وابسته به سیم کشی و نوعی PNP و NPN که لکه طرز معین کنیش هم ما به دیگر گفتگی هستید. خب NPN چیست؟ زمانی که حس کننده شما سیگنال منفی میتیاد این نوع NPN است و PNP بود اگر زمانی که سیگنال مثبت کتیاد شما لکه حس کننده تو نوع PNP است. خب نوع ایندوکتیوی چیست؟ گفتیم این نوعی از حس کننده مجاورت هست که فقط با همون میتال کار میکنه. تو زمانی که میتال نبیند هر اشیاء دیگر هم که بیند الکی کار نمیکنه، فقط باید که میتال مشاهده کند. خب این داخلش خودش وابسته به همون القایی که در اینجا حاصل میشد، میدان مغناطیسی حاصل میشد، الکی میتال بین میتال و خود این الکی حس میکند که اینجا یگان اشیاء هست، دیگر اشیاء که میدان مغناطیسی ندارد الکی گیم حس نمیکند. خب اینجا ببینید ما چهار نوعی که در اینجا گفتیم هر چهار اینها هستن نوعی گیم القایی ایندوکتیوی هستن. خب فقط مسافه معینی گیم استفاده برای دوران و شکلی معینی استفاده برای. خب این چیز خیلی مهم است زمانی که شما از نوع ایندوکتیوی استفاده میکنید چگونه مسافه‌ای که شما حس کننده شما باید کار کند باید که حتما معین کنید. خب اگر شما که مسافه دور مونید نسبت اون چیز الکی حس نمیکنید، اگر مسافه‌اش نزدیک مونید تیز و هر متال ممکن است که الکی حس کند و شما نتونید که همون استفاده برید و این خیلی مهم است. خب دیگر قسمت میریم یک تا از اینها را بگیم وصل میکنیم، بعدا میبینیم که چگونه با متال همین کار میکنه. خب ما دو تا از اینها را وصل کردیم. ببینید حتما که درست باید سیم کشی انجام دهید. خب مثبت 24 ولت نوعی خاکیشون است و منفی 24 ولت البته که از ما 24 ولت هستند. کبود بگیم نوعی آبی هم منفی 24 ولت. خب از این ما از همشون حس کننده سیم سیاه این الکی سیم سیگنال است. خب ما گفتیم این نوعی از حس کننده که ما هست نوعی ایندوکتیوی است، فقط با متال کار میکنه. ببینید ما از اینجا سه تا اشیاء گرفتگی هستم. این پلاسماس است، ببینید اینم چوب است الکی از ما و اینم آهن اون متال. خب اینم همین گونه ببینید در کرسی الکی حس نمیکند، در چوب حس نمیکند، در بگیم پلاسماس هم حس نمیکند، فقط در آهن. خب این دو تا از یکدیگر چی فرق دارن؟ فقط بگیم دیامترشون فرق دارن و مسافه چین کردنشون. حاضر بینید ما دو تا جو گیریم مشخص تر میشه. ببینید خیلی مسافهشون مهمه. این الکی در این مسافه چین کرد دید. اینا بینید حاضر بیست چراغشون اکنون اگر ماینکی باشد در این مسافه خیلی نزدیک میبیند. کنجتیم اگر بینید خیلی نزدیک تر میبیند. مسافه شون گفتیم مهم است از این نوعی متالیو. خب زمانی که مثال شما یک جای معینی که دارید فقط میخواهید از همونجا متال با متال کار کند، همین نوعی در چیکار استفاده میکنید که دیگر اشیا رو میبیند الکی حس نمیکند، فقط همون متال میبیند و حس میکند که الکی همینجا هست. خب این بود یکی از نوعهای پروکسیمیتی سنسور و بیس کانتاکت داتچیکو نوعی القایی همون ایندوکتیوی که ما سیم کشی هم گفتیم و طرز استفاده برش هم که گفتیم.